بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. My dear brothers and my sisters who are listening, today I would like to discuss as a reminder about the value of our time. Because, brothers, our whole deen is a reminder, a nasiha, and it has to be reminded to the people all the time, repeatedly. Because Shaitan is there, our biggest enemy, about whom Allah Ta'ala has warned us that he is your apparent enemy. He makes us neglected. He makes us forget what we are here for. What is the purpose of our life? He makes us to waste our time, not to worship Allah subhanahu wa ta'ala. He makes us to use our time in useless matters which doesn't benefit us. And everyone, including disbelievers, non-Muslims, including them, every humankind believes in death. Every single humankind, if you ask them, they will say, death is true. One day we are going to die. So when we know that we are going to die, and when we know that our time is passing, and when we know that we are getting old and older, and one day we'll die, we'll go back to Allah subhanahu wa ta'ala. So then what is preventing us from worshipping Allah subhanahu wa ta'ala? What is preventing us from obeying the deen of Allah subhanahu wa ta'ala? It is only Shaitan who makes us forget this important point, this very purpose of our life. We have to struggle day and night against Shaitan, the enemy which we cannot see. برادرای عزیز و همشیره های محترمه اگر میشنون، در این هفته ما میخوایم خدمتتان در مورد ارزش و قیمت وقت گرانبهای ما خدمتتان چند نکته عرض کنم، من حیث یک یادآوری و من حیث یک تذکر. چون همه دین ما و شما تذکر و نصیحت و یادآوری است که باید همیشه به یاد مردم انداخته شود تا بزرگترین کلانترین دشمن ما شیطان نتواند ما را فریب بده. الله سبحانه و تعالی در مورد شیطان واضح ما را بیدار ساخته که شیطان دشمن آشکار شماست و وظیفه شیطان همین است که ما را از عبادت الله سبحانه و تعالی، از اطاعت از اوامر الله سبحانه و تعالی باز بداره و ما را غافل بسازه و در قدم اول ما را مرتکب گناه بسازه و در قدم دوم وقت ما را ضایع کنه. این وقت گرانبهایی که الله سبحانه و تعالی بر ما داده، این را شیطان ما را مجبور می سازه تا به امور بیهوده، در کارهایی که اصلا فایده به ما نداره، در او ضایع کنیم وقت گرانبهای خود را.
که متاسفانه امروز میبینیم که وسایل و ذرایع و راههای متعدد و به اندازه زیاد وجود داره که انسانها را مصروف ساخته و وقتشان ضایع میکنه و از الله سبحانه و تعالی، از خالق متعال آنها را دور و دورتر میسازه و غافل میسازه. وقتی که ما ایمان داریم که مرگ حق است و یک روز باید از این دنیا برویم، وقتی که شما هر انسان که فعلا زنده است شما بپرسین، چی مسلمان چی غیر مسلمان کافر، هر انسان بپرسین در مورد مرگ تایید میکنه، میگه مرگ حق است، ما بالاخره میمیریم. و هیچ انسان را شما پیدا نمیکنین که حتی قدرتمندترین انسان باشه او این ادعا را نمیکنه که ما نمیمیریم، ما دائم زندگی میکنیم. وقتی که این برای ما ثابت است که مرگ حق است و روز به روز به طرف پیری می رویم و بالاخره پیر و سال خورده میشیم و از دنیا می رویم، پس چه چیز ما را از اطاعت از الله سبحانه و تعالی، از عمل به دین باز می داره؟ چه چیز ما را غافل ساخته که همانا در قدم اول شیطان لعین است، فریب شیطان لعین ورانده شده که ما را غافل می سازه از هدف زندگی ما که همانا عبادت الله سبحانه و تعالی و اطاعت از دین او تعالی است. شیطان در قدم اول ما را سرکش می سازه تا از الله سبحانه و تعالی خالق و آفریدگار خود اطاعت نکنیم، او را عبادت نکنیم، و در قدم دوم ما را غافل می سازه تا وقت خود ضایع کنیم در کارها و امور بیهوده. My dear brothers, our Creator, our Lord, Allah subhanahu wa ta'ala has told us that when your time comes, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Then when their time comes, their appointed time comes, it will not be delayed for 1 hour, and it will not be in advance for 1 hour. It means when the time comes, the time of every soul comes, it will not be delayed or it will not come before time. So it is a fixed time. Only Allah knows when the time comes, and we go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala واضح فرمودن که وقتی که اجل، وقت مرگ فرا میرسه، 1 ساعت تأخیر نمیشه و یا پیش نمی آید، یعنی پیش از وقت نمی آید. امو ساعت، امو وقتی را که الله سبحانه و تعالی، امو لحظه را که الله سبحانه و تعالی مقرر کرده، بالاخره به سراغ انسان می آید و انسان پس نزد الله بر می گرده. و این ایمان ماست، چون الله سبحانه و تعالی خالق و مالک ما خودش فرموده و ما این قانون تغییر داده نمیتونیم. Now my dear brothers, as it is our iman in belief that death is haq, we go back to Allah subhanahu wa ta'ala. And we Muslims, we believers, we know our purpose of life as well. What is the purpose of life of human beings and jinns? What is their purpose of creation? Because we have the book of our Lord, our Creator, the Creator of all universe, the book of Allah subhanahu wa ta'ala we have with us. And Allah subhanahu wa ta'ala, He Himself has said everything in His book. So the purpose of life for every single human and jinn is to worship Allah subhanahu wa ta'ala, to obey Allah subhanahu wa ta'ala by acting according to His law, His deen, Islam, to pass our life, to live our lives according to the law of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is our purpose of life. The life that Allah ta'ala has given us, we have to live it according to Sharia, according to Sharia mutahhara.
There is no any other purpose. There is no any other purpose. If we live our life according to Sharia Mutahhara, then we are fulfilling our purpose of life, what we are here for. If somebody forgets about that, and he or she becomes busy in other matters, other things, which is not the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, which is not according to Sharia, so it means they are misguided, they are on the wrong track. Whatever we do according to Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is worship of Allah subhanahu wa ta'ala. As I always mention this, and I always remind our brothers, my brothers and sisters, that whatever we do, we sleep, we walk, we sit, we wear clothes, we eat, we drink, we have relations with other people in the society. Whatever we do in our life, if we do it according to Sharia, that is worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala is not only praying, it's not only fasting, it's not only zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. They are also the greatest forms of worship. But whatever we do is according to Sharia, that is the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is our purpose of life. برادرای عزیز، ما مسلمانان الحمدلله مقصد زندگی خودم میفهمیم و میدانیم که برای چی در این دنیا آمده ایم و برای چی الله سبحانه و تعالی زندگی را بر ما ارزانی فرموده. به خاطر که ما کتاب خداوند متعال خالق و مالک ما الله سبحانه و تعالی نزد ما وجود است. ما کتاب او تعالی را داریم و این یک گنج بی‌بهای است که ما که غیر از مسلمانان دیگه هیچ کس از این نعمت برخوردار نیست. ما کتاب الله را داریم، کتاب الله را بخوانیم، همه چیز در اون نوشته است به شمول مقصد و هدف زندگی ما که خود الله که ما را خلق کرده بر ما میفرماید که مقصد زندگی شما همین است که مرا عبادت کنیم. و وقتی که میگیم مرا عبادت الله، این به این معنا نیست که مثل که همیشه من میگم که ما تنها نماز و یا روزه بگیریم. این درست است که بهترین شکل عبادت الله است، لیکن هر چی که ما مطابق شریعت مطهره، شریعت الله، شریعت محمد صلی الله علیه وسلم انجام بدیم، هر چی که انجام بدیم، حتی خوابیدن، راه رفتن، خوردن، نوشیدن، نشستن، برخاستن، کالا پوشیدن، خلاصه ارتباطات اجتماعی ما با دیگر انسان ها و دیگر هر چی که در زندگی ما میکنیم، اگر این بر اساس شریعت باشه، مطابق شریعت مطهره باشه، همین عبادت به حساب میاد. ما عبادت الله را انجام میدیم. حتی تفریح کردن ما اگر مطابق شریعت باشه، او هم موجب ثواب است برای ما، عبادت الله حساب میشه. پس وقتی که میگیم هدف زندگی ما عبادت الله است، همین است که یعنی ما زندگی خود باید مطابق شریعت بگذرانیم. اعمال خود، کردار خود، گفتار خود، تمام کارهایی که میکنیم باید مطابق شریعت محمد صلی الله علیه وسلم باشه که شریعت محمد صلی الله علیه وسلم همان شریعت الله سبحانه و تعالی هم هست، چون از طرف الله نازل شده و قانون دین الله قانون اسلام است. پس همین است هدف زندگی ما. Now my dear brothers, as we know our purpose of life, that this life given to us by Allah subhanahu wa ta'ala is very valuable gift of Allah subhanahu wa ta'ala. It is given to us for a purpose. When Allah subhanahu wa ta'ala sent Adam alayhi salam and Hawa alayhi salam, our first parents, when he sent them to earth, when he sent them down to earth, Adam alayhi salam and Hawa alayhi salam, they started crying. They were sorry for what they did in Jannah by eating the banned fruit.
And they were asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala to send them back to Jannah. When they saw this earth full of difficulties, no bounties like Jannah, nothing like Jannah. It is full of difficulties. When they saw it, that they have to now earn their food, they have to grow their food, now they have to make their own clothes and homes, houses, everything they have to make themselves. When they saw these difficulties, they started, asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and asking Him to return them to Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala finally forgave them. After 40 years of asking forgiveness, Adam alayhi salam was crying and asking forgiveness and making tawbah for 40 years. After that, finally Allah subhanahu wa ta'ala forgave them and told them that by one condition you can go back to Jannah now. What is that condition? Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in His book Himself. Bismillahir Rahmanir Rahim. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. We say, go down, all of you. It means Adam, Hawa alayhi salam, and Shaitan. We say, go down, all of you. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Then if any guidance comes towards you from my side, from me, any guidance, it means deen, guidance comes to you. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Then whoever followed my guidance, then they must not be sad, then they must not be, feeling sorrow. So this is the purpose, the condition that Allah subhanahu wa ta'ala put. That with one condition, for one condition you will go back to Jannah. That you have to stay for a while, and I will send you my deen, my law, my sharia. Whoever follow my deen, my sharia, it is them that they will be saved and they will not be sad. So this is the condition, brothers. This is the very purpose of our life. That since Adam alayhi salam's time till now, until Qiyamah, this procedure is continuing, brothers. Humans come to this world, they get born to this world through their parents, and they finally die, they go back. And the next generations come, generations come, and it continues till Qiyamah. For this purpose, they come here for a while, they live here 60, 70 years or more or less, and they go back. Their soul will be taken, they'll be sent back to Akhirah. So whoever followed the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, whoever passed his life according to Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala or Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they will be saved. They will be sent back to Jannah. Otherwise, no, they will be sent to hellfire. So this is why we are here. So this is called our life. So this very important point, brothers, we forget about it. And Shaitan makes us forget. Shaitan deceives us. Because if we forget our very purpose of life and we get busy in other things, so we are very unlucky, brothers. We are very unsuccessful and unlucky in our life, brothers. Brother Aziz, وقتی که حالا مقصد زندگی خودم میدانیم که برای چی اینجا هستیم، برای عبادت الله سبحانه و تعالی، پس این را هم باید بدانیم که چرا الله سبحانه و تعالی ما را فرستاد به دنیا یا به زمین. این از زمان است که وقتی که آدم علیه السلام و حوا علیه السلام، پدر و مادر اول ما، والدین اول ما، تمام انسان ها، وقتی که در جنت میوه ممنوعه را خوردن، الله سبحانه و تعالی آنها را به زمین فرستاد. که آیت شریفه را خدمتتان عرض کردم که الله سبحانه و تعالی فرمود که ما گفتیم که تمامتان، یعنی آدم و حوا علیهم السلام و شیطان، تمامتان برین از اینجا پایین برین به زمین، و اگر هدایت به طرف شما آمد، از طرف ما، هر کس از هدایت ما پیروی کرد، یعنی از دین ما پیروی کرد، ایشان یعنی نجات میافند و غمگین نخواهند بود، یعنی به جنت برمیگردند. آدم علیه السلام تا 40 سال در زمین گریه میکردند و توبه میکردند و از الله سبحانه و تعالی استغفار میکردند.
از گناه خود مغفرت میخواستند. اگرچه پیغمبران گناه ندارند و او میوه ممنوعه را که آدم علیه السلام خوردند او به فریب شیطان بود که همون لحظه حکم الله را فراموش کرد، حکم الله از یادش رفت. بر اثر نسیان و فراموشی او میوه را خوردند، نه بر اثر گناه. پیغمبران از گناه پاک هستند، معصوم هستند. یعنی یک لغزش که از ایشان شد به خاطر طلب مغفرت، به خاطر او لغزش 40 سال گریه میکردند و توبه کردند. بالاخره الله سبحانه و تعالی توبهشان پذیرفت و همین شرط گذاشت که با یک شرط شما پس به جنت میرین که به طرف شما دین ما، قانون ما میآید و هر کس از دین ما یا از قانون ما پیروی کنه او به جنت میره، در غیر آن به آتش جهنم میسوزه. و همین شرط قرار گرفت بعد از آمدن آدم علیه السلام بر زمین. و ما دمی جریان هستیم که بعد از آدم علیه السلام نسل پشت نسل آمد، از انسان ها آمدن و رفتن و حالا هم جریان داره و تا قیامت جریان خواهد داشت که نسل ها بعدی خواهد آمد و نسل های فعلی وجود نخواهند داشت و هر کس میایه 60-70 سال یا کم و زیاد عمر میگذرانه در این دنیا و هر کس که به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم به دین الله عمل کرد او موفق کامیاب میشه، پس به جنت میره. اگر نکرد و از دنیا به ایمان رفت او ناکام است و به دوزخ میره. و همین هدف زندگی ماست. Now my brothers, this age, this time, this life that we have now, average age is normally nowadays from 60 to 80 years or more or less. So we must now know the value of this life, brothers. Every second of it is very valuable, brothers. It is very valuable, especially those who live long lives, brothers. It is very valuable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. رواه Bukhari wa Mishkat. That Allah Ta'ala has fulfilled all His conditions or all His, we can say chances to the person when He gives that person 60 years of age, when that person lives 60 years. So what does it mean, brothers? When somebody lives 60 years or more, minimum 60 years or more, that means Allah Ta'ala has given that person every second chance to make tawbah and to make tawbah and start acting on the deen of Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sharia of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So that means there is no other chance left for that person, brothers. And the day of Qiyamah, when that person says, Oh Allah, give me more time, send me back to dunya, this time I will obey you completely, I will worship you. He will be told that this doesn't happen, nobody is sent back, it's not allowed. That's the law of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So we have time only now that we are living, brothers. Rasulullah said that if you live 60 years, so that means Allah Ta'ala has given you every chance to make tawbah and repent and come back to Allah Subhanahu wa Ta'ala and start worshipping and start practicing on deen. But even after getting 60 years of age or more, somebody doesn't make tawbah, brothers, so it means he is a very, unlucky person. He is a very unfortunate person that is still he is not thinking about his death in akhirah. We can see some Muslims that, mashallah, they have got long lives, but we can see them that, if you look at their actions, it's not according to Sharia. So this is very unfortunate for them, brothers. Brother Aziz, Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam فرمودن که ترجمه حدیث شریف این است که وقتی که الله برای یک بنده
60 سال عمر میبخشه. منظوری است که یعنی کم از کم 60 سال عمر میبخشه. الله سبحانه و تعالی تمام فرصت ها را برو بنده مهیا کرد، یعنی تمام فرصت ها را برش داد. چی معنا؟ یعنی وقتی که یک بنده 60 سال یا زیادتر عمر میکنه و باز هم توبه نمیکنه و به دین عمل نمیکنه، به شریعت عمل نمیکنه، زندگیش پر از گناه و سرکشی است، او بنده نهایت بدبخت است، نهایت بدبخت است. این عمر گرانبای خدا که الله برش ارزانی فرموده 60 سال عمر یا بیشتر، یعنی فرصت خیلی زیاد است، فرصت به حد زیاد است که الله سبحانه و تعالی برش ارزانی کرد، باز هم او توبه نمیکنه، او بنده نهایت بدبخت است. ما باید از این عبرت بگیریم. My brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in another place, أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم ما يجوز ذلك. رواه الترمذي ابن ماجه ومشكات. That the lives, the ages of my ummah is between 60 to 70. And the least of them is the one that do, more or less than that. It means that average age of my ummah is between 60 to 70 years. So they can live more or less. But brothers, this 60, 70 years that Allah Ta'ala gives us, brothers, this is a very valuable time, brothers. It is like on the examination day in schools and universities, they teach, the examiners, tell the students that you have to solve your questions, answer your questions, you have 1 hour, 60 minutes. You have only 60 minutes to solve your questions. After 60 minutes, they come and they take the papers back. If they don't give it, they snatch it from them. They take the paper back and they say, your time is over now. You go out of the classroom now. You're not allowed to solve any more questions. So this life, brothers, 60 to 70 years, brothers, it's like the time given by Allah subhanahu wa ta'ala, provided by Allah subhanahu wa ta'ala for us to go through the test of Allah subhanahu wa ta'ala. That is to worship Him, to obey Him, to act on His Sharia, on the Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to live our life according to it. That is our test. If we don't do that, brothers, we will be failed. Definitely we will be failed. Because this is the law of Allah is saying. We will be failed. What is our failing? Na'udhu billah, we will go back to hellfire, not to Jannah. برادرای عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جای دیگه فرمودن که عمرهای امت ما بین 60 تا 70 سال است و یا کم و بیش از آن. یعنی اوسط عمر امتی های رسول الله صلی الله علیه و سلم بین 60 تا 70 سال است و امکان داره کم و بیش باشه، لیکن اکثرا به همین شکل است. این عمر یعنی امو وقت گرانبایی است که الله سبحانه و تعالی بر ما ارزانی کرده تا امتحان و تعالی را به کامیابی بگذرانیم و تحت آزمایشی که هستیم و شیطان هم هست و ما را شب و روز کوشش میکنه که از دین دور کنه. پس ما متوجه باید باشیم که حتی 1 ثانیه از این عمر گرانبار را ضایع نکنیم. همانند ممتحنه که شاگرد به صنف میشانه و میگه که مثلا 60 دقیقه وقت داری تا این پارچه امتحانا را حل کنی و بعد از 60 دقیقه ممتحن میایه و پارچه امتحانا را از دست شاگردان میگیره، میگه وقتتان مکمل شد. در اون 60 دقیقه او فرصت داشت که تمام سوالا را حل کنه. اگر قرار باشه شاگرد بگویه که بر ما وقت زیاد بتین، هرگز برش ممتحن وقت نمیته و امکان داره که پارچه را از دستش به شدت بگیره و بگویه که تو از صنف خارج شو. به همین شکل این عمر گرانبهایی که ما داریم 70 60 70 سال یا کم و بیش، این همان وقت است که الله سبحانه و تعالی بر ما ارزانی فرموده تا امتحان الله را بگذرانیم موفقانه. و امتحان الله چیست؟ یعنی به دین الله عمل کنیم، به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم که قانون دین الله است به او عمل کنیم و زندگی خود شب و روز خود مطابق شریعت محمد صلی الله علیه و سلم بگذرانیم. همین است امتحان الله سبحانه و تعالی. اگر نکنیم
پس ناکام خواهیم بود و عاقبت ما نعوذ بالله آتش جهنم خواهد بود. و اگر موفق شویم عاقبت ما انشاءالله جنت خواهد بود. My dear brothers, because time is over, inshallah, I will continue this topic next time, inshallah. May Allah give us all tawfiq to apprehend, to understand this very important point of our life, brothers, because shaitan makes us, forget about it, makes us neglect it. So, if we are aware of this point, that why we are here and Allah Ta'ala is watching us, we will not commit any sin, brothers. If we commit any sin, straight away we make tawbah, that Allah Ta'ala is watching us and why we are here. We will not waste our time, brothers, in useless things. Because there are many hundreds and hundreds types of other forms of wasting of time today that shaitan makes people to waste their time. Because there are two types of deception of shaitan. One deception is that shaitan makes us commit sin. Anything that we do against Sharia, that's a sin. One deception is that shaitan, although it doesn't look sin, but he wastes our time. He takes our time, valuable time. That time we could obey Allah subhanahu wa ta'ala, we could worship, but he wastes our time. May Allah save us all from that, brothers. May Allah give us tawfiq to start from today. I know you are all better than me, you are all better Muslims than me. It's just a reminder, because our deen is a reminder, brothers. May Allah give us all tawfiq that from today we start living our lives completely according to Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای اسلام و همشیره های محترم، اگر میشنوند طوری که خدمتتان وعده فرمودم در ترجمه بحث جمعه گذشته را در مورد اهمیت و قیمت این عمر گرانبها که ما داریم به این مورد خدمتتان عرض کنم. برادرای عزیز، هر لحظه که از این عمر میگذره گویا ما یک سرمایه بسیار عظیم از دست میدیم و هر لحظه از این عمر که در میابیم در آینده حاصل میکنیم گویا ما یک سرمایه عظیم به دست میاریم. لیکن شیطان که دشمن قسم خورده انسان است، انسان از این امر مهم غافل می سازد. از یاد انسان میبره که این عمر که الله جل شانه بر ما عطا فرموده این چقدر گرانبهاست و این چقدر ما باید از این استفاده کنیم برای جلب رضایت الله جل شانه، برای راضی ساختن خالق متعال. چون همه ما ایمان داریم من حیث مسلمان و همچنان تمام انسان ها حتی اگر غیر مسلمان هم باشن اونا مرگ انکار نمیکنن و ما ایمان داریم که مرگ حق است و روز بالاخره پس به طرف خداوند و تعالی برمیگردیم. لحظه مرگ مقرر است که چه وقت به سراغ ما می آید و هیچ کس، هیچ مخلوق وقت مرگ تغییر داده نمیتونه. الله جل شانه را از ازل
در تقدیر ما در قضا و قدر نوشته. طور که می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. پس وقتی که میگه اجلشان فرا رسد یک ساعت پس و پیش نمی شود. سورة الاعراف آیه 34. پس وقتی که برای ما ثابت است که ما در این دنیا دائمی نمیمانیم، وقتی که ثابت است که هیچ کس در این دنیا دائم نمانده، پس چرا ما باید غافل شویم؟ وقتی که ایمان داریم من حیث مسلمان که دین ما حق است و مرگ حق است و پس به طرف خالق متعال برمیگردیم، پس چرا غافل شویم؟ چرا فریب شیطان بخوریم؟ الله جل شانه ما را به خاطر عبادت خود خلق کرده، طوری که فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انسان ها و جن ها را صرف به خاطر عبادتم خلق کردیم. عبادت الله چیست؟ عبادت الله ایست که ما از دین الله پیروی کنیم، از شریعت محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کنیم. این چند روز زندگی که داریم از شریعت محمد صلی الله علیه و سلم در زندگی روزمره خود پیروی کنیم تا باشد که از دنیا با ایمان بریم و بالاخره به زندگی جاودان و همیشگی که همانا جنت است به او برسیم و همین هدف زندگی ماست. دیگه هیچ هدف دیگه نداریم. هدف ما این نیست که ما در اینجا پول زیاد به دست بیاریم، سرمایه‌دار شویم، میلیونر شویم، بیلیونر شویم. و هدف ما اینجا این نیست که ما به حکومت و به مقام برسیم. هدف ما اینجا نیست که عمر دراز حاصل کنیم و زندگی خود به خوشی و عیش و نوش بگذرانیم. نه، این هدف ما ایست که ما در این دنیا هر روزی که زندگی میکنیم، هر لحظه زندگی را که به دست میاریم تحت امتحان هستیم. امتحان الله را میتیم. هر کسی که باشیم، از رئیس جمهور و پادشاه گرفته تا پیاده تا هر انسانی که در هر موقعیت قرار داره تحت امتحان است که آیا این انسان ها به احکام الله عمل میکنن یا نه. چون شریعت محمد صلی الله علیه و سلم برای هر نوع انسان، برای هر حالت زندگی قانون داره و قانون الله موجود است و هر کس مکلف است که به قانون الله عملی کنه، قانون الله را عملی بسازه در زندگی خود. هر روز که ما به دست میاریم گویا یک شانس نو است که الله جل شانه بر ما میده که تا توبه کنیم، تا از گناه های گذشته خود توبه کنیم و رضایت الله را به دست بیاریم. الله جل شانه توبه کننده ها را میبخشه، چون غفور و رحیم است، تواب است، توبه پذیر است. و هر انسانی که از گناه های گذشته خود توبه کنه الله جل شانه را میبخشه، به شرطی که توبه نصوح، توبه واقعی باشه. توبه نصوح چیست؟ توبه که یعنی انسان از قلب خود پشیمان باشه از گناه های خود و در قلب خود اراده کنه که در آینده او گناه را تکرار نمیکنه و از آن لحظه به بعد از الله اطاعت میکنه، از دین الله اطاعت میکنه. این توبه نصوح یعنی اراده آینده، اراده عمل به احکام شرعی در آینده را داشته باشه. ولی متاسفانه معمولا مردم فکر میکنن که یعنی معمولا اکثرا به می فکر هستند که برای توبه هنوز بسیار وقت باقی است، هنوز ما پیر نشدیم، هنوز بس سنای سالخوردگی نرسیدیم، هنوز زیاد وقت داریم، هنوز وقت زیاد داریم. نه، این فکر غلط است، به خاطر که طوری که الله جشون فرموده که اجل مقرر است. ضرور نیست که همگی پیر شوند بمیرن، بعضی ها جوان میمیرن، بعضی ها در کودکی میمیرن، بعضی ها در پیری میمیرن، لیکن اجل مقرر است. ما باید به این فکر باشیم که
هر روز امکان داره بمیریم، یعنی فوت کنیم بمریم از دنیا بریم، هر روز امکان داره، چون عجل صرف الله میداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه، رواه بخاری و مشکات. که الله جل شانه میگه برای انسان هیچ عذر باقی نمیمانه که اجلش را به تعویق انداخت، یعنی به تأخیر انداخت تا ای که به سن 60 رسید. چی معنا؟ یعنی یک بنده ای که به سن 60 سالگی میرسه، گویا الله جل شانه تمام فرصت ها را بر از او فراهم کرد تا توبه کنه، تمام فرصت ها، تمام چیزها را برش فراهم کرد توبه کنه، لیکن بعد از اینکه به سن 60 رسید از او به بعد دیگه عذر بر اون شخص باقی نمیمانه که توبه نکنه، و اگر توبه نمیکنه الله جل شانه در آخرت مورد مؤاخذه قرارش میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اجلش را به تأخیر بندازه تا سن 60 سالگی، یعنی قبل از او هم امکان داره که اجل به سراغ انسان بیاید، اجل مرگ، و این حق است و ما هیچ مرگ تأخیر داده نمیتونیم. حتی قدرتمندترین انسانهای دنیا که پادشاه بودند که بعضی‌هاش حتی دعوای خدایی کردند که امروز هم دعوای خدایی میکنند که به قدرت نظامی خود، به قدرت اقتصادی خود مینازند، حتی اونا نمیتونن با همون قدرت خود مرگ تغییر بدن، وقت مرگ تغییر بدن، حتی یک ثانیه نمیتونن. پس ما باید تسلیم خم کنیم در مقابل امر پروردگار و چیزی که الله جل شانه و رسولش فرمودن و چیزی که دین الله، شریعت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید او حق است، باید به او تسلیم شویم. پس وقتی که الله جل شانه به انسان 60 سال عمر میده، گویا دیگه هیچ فرصت های به او باقی نگذاشته، هیچ عذر باقی نگذاشته که در آخرت برای الله بگویه که یا الله من زیاد وقت نداشتم، عمر من کم بود، عمل کم کردم. نه، هیچ عذر باقی نمیماند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دیگه جای میفرمایند اعمار امتی ما بین 60 الى 70 و اقلهم من یجوز ذلك، رواه ترمذی، ابن ماجه و مشکات. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که عمرهای، یعنی سنهای امت ما بین 60 تا 70 است، یعنی این سن معمول مسلمان است، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، که اکثریتشان بین این سنها فوت میکنند، بین 60 تا 70. و اقلهم من یجوز ذلك، و تعداد کمشان یعنی اقلیتشان است که از او زیادتر عمر میکنند، یعنی از سن 70 بالا میرسند. پس چی معنا برادران؟ که وقتی که ما طور گفتم قبل از او هم هر آن امکان داره، هر روز امکان داره ما پس طرف الله بریم، از این دنیا رحلت کنیم، کوچ کنیم، لیکن وقتی که خصوصا به سن 60 رسیدیم دیگه باید یک ثانیه از توبه دریغ نکنیم، باید هر چی زودتر توبه کنیم، هر روز توبه کنیم، از گناه خود مغفرت بخواهیم و زندگی خود به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم عیار بسازیم. چیزی که از ما تقاضا داره ما باید به او عمل کنیم. به این فکر نباشیم که هنوز من صحتمند هستم، هنوز مثلا عمر باقی است، هنوز 20 سال دیگه زندگی میکنم، هنوز 30 سال دیگه زندگی میکنم. این فکرهایی است که شیطان در فکر انسان مندازه. در جای دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ینادی مناد یوم القیامه، میگه یک ندا کننده در روز قیامت ندا میکنه، یعنی یک فرشته، یعنی یک فرشته ندا میکنه این ابناء الستین، کجاستن؟ میگه کسانی که 60 سال عمر کردن، یعنی کم از کم 60 سال عمر کردن. و هو العمر الذي قال الله تعالی فيه، و میگه که او عمر است که الله جل شانه در موردش فرمود اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر،
که الله جشون در اونجا به کسایی که 60 سال عمر کردن کم از کم در دنیا میفرماید که آیا من میگه به شما عمر ندادم که در او میگه میتونه هر انسان که پند بگیره یعنی توبه کنه که در دقیقه مدت دراز طویلی که من برای شما دادم هر پندگیرنده میتونه که از او پند بگیره و توبه کنه و جاءکم النذیر یعنی بیم دهنده یعنی پیغمبر طرفتان آمد به سوی شما آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیکن شما میگه یعنی که هنوزم توبه نکردید رواه بیهقی و مشکات بعض گفتارهای الله جل شانه در حدیث شریف ذکر است که وارا ما آیت گفته نمیتونیم حدیث قدسی میگن او گفتارهای الله جل شانه توسط رسول الله صلی الله علیه و آله روایت شده. پس برادرای عزیز هنوز هم ما فرصت داریم که همین روز را که الله جلشون بر ما ارزانی فرموده از این استفاده کنیم و هر چیز زودتر توبه کنیم. توبه این نیست که ما بعضی ها فکر میکنن که ما به وقتی که به عمره رفتیم یا به حج رفتیم اونجا توبه میکنیم. نه، توبه هر وقت که در قلب انسان اظهار ندامت کرد و از گذشته های خود پشیمان شد، از گناه خود پشیمان شد و قلباً با الله راز نیاز کرد یا الله مرا ببخش و تصمیم بگیره که در آینده دیگه او گناه را نمیکنم، این توبه است. ما هر لحظه میتونیم توبه کنیم چون کسی نمیدانه که چه وقت از این دنیا رحلت میکنه. یک صحابی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن و فرمودن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الناس خیر، یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کدام مردم بهتر هستند؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن قال من طال عمره و حسن عمله، کسی که میگه فرمودن که عمرش طویل و عمرش دراز شوه و عملش نیک شوه، یعنی هم عمرش دراز باشه و هم عملش نیک باشه. قال فای الناس شر، باز پرسیدن همان صحابی که کدام مردم بد هستند؟ قال من طال عمره و ساء عمله، کسی که فرمودن عمرش دراز شوه لیکن عملش خراب باشه، عملش خلاف شریعت باشه. رواه احمد، ترمذی، دارمی و مشکات. پس این حدیث شریف به این معناست که هر روز که ما الله جلشون برای ما توفه ارزانی میکنن یک نعمت الله، هر ثانیه‌ای که ما به دست میاریم یک نعمت الله جل شانه است که ما باید از او استفاده کنیم. و بدبخت او کسی است که عمر دراز حاصل میکنه، الله جلشون توفیق عمر دراز برش میده لیکن عملش خلاف احکام الله میباشه، خلاف شریعت میباشه، او بدبخت است. به خاطر که از یک طرف قدر توفیق الله را ندانست، قدر نعمت الله را ندانست و از دیگر طرف خلاف احکام الله عمل کرد. و طبعا برعکس کسی که قدر این نعمت میدانه که الله عمر دراز برش نصیب کرد و در پهلویش از این عمر دراز، از این فرصت طویل استفاده میکنه و به احکام شریعت عمل میکنه، الله را راضی میسازه، واقعا انسان نیکبخت است. و برادرای عزیز، همشیره های محترمه که اگر میشنوند، ما باید این مسائل بسیار جدی بگیریم. این مسائل نیست که مسائل احساساتی باشه که یعنی تنها این مسائل بشنویم و از یاد ببریم. این را باید بسیار جدی بگیریم و مسجد برای همین است که مسلمان ها دین بیاموزند، مسلمان ها هر هفته حداقل چیزی از دین بشنوند تا اصلاحات، تا تغییرات در زندگیشان بیاید. برای از این نیست که ما صرف بشنویم خلاص معلومات ما اضافه شود، نه، باید عمل کرد، تنها علم کافی نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جای دیگه میفرمایند یهزم ابن آدم و یشب منه اثنان، میگه پسر آدم یعنی انسان میگه پیر میشه، سال خورده میشه،
لیکن میگه دو چیز در او جوان میشه، الحرص علی المال و الحرص علی العمر. و او دو چیزی که میگه در انسان جوان میشه، او چیز حرص داشتن بر مال یعنی بر پول و ثروت، و حرص داشتن بر عمر دراز. رواه بخاری مسلم و مشکات. پس ببینید این امراض روحانی و باطنی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما بیان می‌فرمایند که کسی که حرص داره، یعنی حرص به مال و سرمایه دنیا داره، حرص به خاطر جمعاری پول داره، این یک نوع مرض است که در روح انسان، در نهاد انسان وجود داره که باید این مرض باید تسکیه شود و به محد طبیعیش برگرده. حرص یعنی محبت نهایت شدید پول و ثروت، که انسان هدفش همی باشه که من هرچی زیادتر پول به دست بیارم، پیسه به دست بیارم و دیگه هیچ هدف نداشته باشه و تمام وقتش مصروف بسازه و آخرت از یاد ببره و به فکر از این نباشه که من با آخرت خود توشه جمع کنم. هر انسانی که این حالت داشته باشه پس حرص در وجود دارد. یکی محبت عادی و طبیعی مال و ثروت است که طبعا هر انسان مال خود، سرمایه خود دوست داره تا حد طبیعیش، لیکن او را نگذاره که او محبت و مال و ثروت جانشین محبت الله و رسول، جانشین محبت آخرت شود در قلب انسان. قلب مسلمان باید مغلوب محبت الله باشه. قلب مسلمان باید همیشه در فکر مرگ، در فکر آخرت خود باشه. و رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که صفت دیگه‌ای که در انسان جوان میشه حرص بر عمر است. یعنی انسان به همان اندازه که سال خرده‌تر میشه، به همان اندازه این حرص در وجودش زیاد میشه که من عمر درازتر به دست بیارم، بیشتر زندگی کنم. پس این هم یک نوع مرض روحانی و باطنی است که در انسان وجود داره که ما این دنیا را نباید دوست داشته باشیم. محبت این دنیا باید در قلب ما نباشه. ما باید مسلمان باید آرزویشی باشه که من الله را راضی بسازم تا مرا الله به جنت ببره، چون جنت جایگاه دائمی ما شماست و در اونجاست که زندگی جاودانه وجود داره، در اونجاست که پایان نمیافته. پس حرص بر عمرم باید در مسلمان وجود نداشته باشه. طبعا یک فطرت انسانی است، طبیعت انسانی است که انسان از مرگ میترسه. طبعا هیچ کس مرگ خوش نداره، نمیخواد بمیره، این طبیعی است تا این حدش. لیکن حرص داشتن به طول زندگی که یا الله یعنی مرا عمر بسیار دراز بده، لیکن در پالیشی دعا را نمیکنه که یا الله مرا اعمال نیک بده، مرا تقوا بده، مرا خوفت بده، مرا عمل نیک نصیب کوی، دعا را نمیکنه. اگر لیکن صرفی دعا را میکنه که یا الله مرا عمر دراز بده. عمر دراز چی کنیم ما وقتی که گناه کنیم، وقتی که سرکشی از احکام الله و رسولش کنیم؟ پس او عمر برعکس، عمر که آغشته به گناه است، عمر که در گناه تیر میشه، او عمر برعکس مصیبت است برای انسان. اگر کسی علاقمند عمر دراز است و از الله عمر دراز میخواه، باید در پهلویش اعمال صالحه را بخواه که یا الله برای ما تقوام نصیب کن. تقوا یعنی عمل به دین، عمل به شریعت محمد صلی الله علیه وسلم، که زندگی خود ما مطابق شریعت محمد صلی الله علیه وسلم بگذرانیم. در اون صورت طوری که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که وقتی که یک من قال عمره و حسن عمله فرمودند که او از یعنی حدیث شریف خدمتتان عرض کردم که او از جمله بهترین آدمایی است که عمرش دراز شود و عملش نیک باشه. پس در اون صورت وقتی که انسان عمر دراز میافه و عملش هم نیک باشه یعنی مطابق شریعت باشه، پس او انسان کامیاب است. در مورد حرص در جای دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند چرا برادرها حرص بسیار مهم است که ما در موردش باید بالای خود کار کنیم که آیا این صفت در ما وجود داره یعنی حرص بر مال، حرص بر زندگی طویل بدون اینکه در فکر حلال و حرام باشیم، در فکر تقوا باشیم.
یک صفت بسیار خطرناک است. در جای دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا. میگه اگر ابن آدم انسان میگه دو دره دو وادی پر از مال داشته باشه، مال یعنی ثروت و سرمایه و پول و غیره، وقتی که دو وادی پر از مال هم داشته باشه، میگه وادی سیوم میگه تقاضا میکنه از الله، میگه که وادی یک دره سیوم پر از مال برش بده. ولا یملأ جوف ابن آدم الا تراب. میگه رسول صلی الله علیه و میفرمایند که شکم ابن آدم، شکم انسان غیر از خاک چیز دیگه پر نمیکنه. چی معنا؟ یعنی کسی که حرص داره و انسانی که حرص داره اگر میلیونر و بیلیونر شود باز دوباره دیگه میخواد که از او بلندتر، یعنی مال بیشتر و پول و ثروت پیسه بیشتر به دست بیاره. پس هیچ وقت این خواهش نفسانیش سیر نمیشه. به مخاطر رسول اکرم صلی الله علیه و میفرماید که غیر از خاک دیگه شکم تو انسان ها رو چیز پر کرده نمیتونه. وقتی که فوت کرد بالایش خاک انداخته شد، اون وقت باز شکمش پر میشه. و یتوب الله من تاب. رواه بخاری، مسلم و مشکات. در پالیش باز رسول الله صلی الله علیه و فرمودن که کسی که پس توبه میکنه الله میگه الله جل شانه رو میبخشه، یعنی توبهش قبول میکنه. چی معنا؟ یعنی هی صفات را که انسان در نهاد خود در باطن خود اگر داره باید از او توبه کنه و از الله کمک بخواد که یا الله مرا تقوا بده، تقوای ظاهر و باطن عطا بفرما. و وقتی که توبه کرد الله توبهش قبول میکنه. الله توبه پذیر است. بعضی کسا به این فکر هستند که حال ما در گناه غرق شدیم، حال چی فایده توبه کنیم، دگام گناه میکنه. این یک نظر خلاف شریعت است که شیطان این نظر الهام میکنه به فکر انسان. ما باید به فکر گناه گذشته خود نباشیم. گناه ما بسیار زیاد است، الله نمیبخشه. نه، به همان اندازه که گناه ما زیاد است به همان اندازه رحمت الله بزرگتر از اوست و الله مهربانیش بزرگتر است. و ما باید از الله با مجردی که متوجه شدیم از الله مغفرت بخوایم و توبه کنیم و گناه گذشته خود از الله مغفرت بخوایم، چون الله توبه پذیر است. و طوری که خدمتتان عرض کردم خصوصا اون مسلمانی که 60 سال از عمر به دست میاره، بعد از او دیگه الله جل شانه طوری که در بالا متوجه شدن که بعد از او دیگه عذر بر اون شخص باقی نمیمانه که هنوزم به فکر فرداست که برو هنوز وقت است این کارم شوه بعد از او توبه میکنم، بعد از او در کنج میشینم عبادت میکنم. نه، ضرور نیست که کسی که توبه کنه بره در کنج بشینه عبادت کنه. نه، توبه حالت قلبی انسان است. وقتی که انسان گناهکار متوجه گناه خود، متوجه اشتباه خود میشه، قلباً باید متاثر شود و پشیمان شود، از الله مغفرت بخواه و تصمیم بگیره که بعد از او دیگه او گناه را نمیکنه و بعد از او یک انسان متقی و پرهیزگار میشه. همین توبه است. وقتی که در دل شما اراده را کردین و بعد از او طبعا وقتی که انسان واقعا توبه میکنه طبعا تغییرات در زندگیش دیده میشه. مثلا قبلا اگر او گناهی را میکرد دیده میشه که دیگه او گناه را نمیکنه و یک مسلمان بهتر میشه. پس چون اسلام دین ما شما دین حق است، دین اجتماعی است، دین نیست که ما در کنج بشینیم و بعد از او باز توبه ما قبول شد. نه، ما در اجتماع بوده میتونیم و در این زمان میتونیم که توبه کنیم و یک مسلمان خوب باشیم، مسلمان متقی و پرهیزگار باشیم، الله از ما راضی شود. لیکن اگر ما بخوایم، اگر ما تصمیم بگیریم و کسی که در این تصمیم خود ضعیف است، تصمیم گرفته نمیتونه و گناه ها به اندازه بالایش غلبه کرده که دیگه فکر میکنه که ما زیر بار گناه ها قرار دارم، دیگه نمیتونم از زیر بار گناه برایم، در اون صورت ما از الله از خودش کمک بخوایم که یا الله مرا کمک کن که من از این گناه دور شوم، یا الله مرا کمک کن. مثلا من یک مثال براتون میتونم. یک برادر بود، او در خانهشان تلویزیون بود. مثلا تلویزیون خود طبعا گناه است کسی که داشته باشه و در خانهشان تلویزیون بود و او امی قدرت نداشت که تلویزیون از خانه خود گم کنه
این قدرت به اندازه سرش غلبه حاصل کرده بود تلویزیون که نمیتونست. بالاخره بعض برادرها برش نظر دادن که از الله کمک بخوای، نماز حاجت بخوای، الله جلشون برات آسان میسازه. بالاخره آسان شد برو برادر، الله جلشون توبهش قبول کرد، راه را برش آسان ساخت که بالاخره تانست تلویزیون از خانه خود بکشه که خداوند قلب فامیلش اولادایشان تغییر داد و همشان توبه کردن و دیگه تلویزیون در خانهشان وجود نداره و در خانهشان ببینید که غیر از تلاوت قرآن، غیر از کارهایی که یعنی آلوده به گناه نیست، دیگه چیز وجود نداره. غیر از این که عبادت الله را کنن و مرتکب گناه نشن. این یک مثال تلویزیون بود. دیگه همه تو گناهایی که بالا انسان غلبه پیدا میکنه، ما از الله باید کمک بخوایم. بعض برادرها در نماز خود کوتاهی دارن، مثلا نمیتونن نماز بخوانن به وقتش، 5 وقت نماز نمیتونن بخوانن. شیطان به اندازه بالایشان غلبه کرده که تنبلیشان میگیره یا بعض مسائل دیگه. در اون صورت ما از الله کمک بخوایم، یا الله عمل به دینت آسان بساز، من توفیق بده که من عمل کنم. ببینید که الله چگونه راه ها را هموار میسازد، چگونه قلب ها را تغییر میده، به شرطی که خود ما تصمیم بگیریم که خود تغییر میتیم، خود ما تصمیم بگیریم که بس است، از این به بعد ما پس به الله برمیگردیم، ما پس زندگی خود تغییر میتیم مطابق احکام شریعت محمد صلی الله علیه و سلم. از این به بعد ما در فکر آخرت خود میشیم، از این به بعد در فکر تربیت خود و اولاد خود میشیم، تربیت اسلامیشان. ببینید الله راه ها را هموار میسازه و کمک ما میکنه. چون برادران وقت کم است، انشالله بحث در هفته آینده ادامه میدیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله جل شانه همه ما شما را توفیق بده که به دینش مکملا عمل کنیم و این چند روز از زندگی که باقی است این را در راه الله به خاطر کسب رضای الله، کسب محبت الله صرف کنیم تا در آخرت جنت جاودانه پس نصیب ما شود. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای اسلام و همشیره های محترمه، اگر میشنوند به ادامه بحث هفته گذشته در مورد اهمیت و قیمتی عمر گرانبها که الله جل شانه بر ما ارزانی فرموده، میخوایم این بحث امروز بخیر انشاءالله تکمیل کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد، وأول فساد هذه الأمة البخل والعمل. رواه بيهقي ومشكات. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این امت، یعنی امت اسلامی، امت آن حضرت صلی الله علیه و سلم، صلاحش از یقین، یعنی از یقین و ایمان و باور شروع میشه و از زهد شروع میشه و از پرهیزگاری شروع میشه. و فسادش یعنی گمراهیش از بخل و عمل شروع میشه. بخل یعنی پول دوستی، مال دوستی، حرص مال، حرص پول و سرمایه. و عمل یعنی حرص دنیا، آرزو کردن که همیشه آرزوی عمر دراز داشتن و دنیا را دوست داشتن.
وقتی که امت اسلام یقینش مستحکم باشه به دین الله و ایمانش مستحکم باشه به این که دین الله اسلام حق است و ما پس به طرف الله برمیگردیم و به مرگ یقین کامل داشته باشه و به ملاقات با الله یقین کامل داشته باشه و به زندگی بعد از مرگ یقین کامل داشته باشه و همچنان در این دنیا زهد و تقوا اختیار کنه، یعنی به احکام شریعت محمد صلی الله علیه و سلم عمل کنه و محبت دنیا را به دل راه نده و قلب خدا مأمور به محبت الله و رسولش بسازه. آن وقت امت بر هدایت و کامیابی می باشد و به مجرد که این امت یعنی اکثریتش محبت دنیا و پول و سرمایه و ثروت و مقامخواهی و جاطلبی در قلبش جای گرفت، یعنی خلاصه محبت دنیا در قلبش جای گرفت، او باعث میشه که آرزو کنه که من سرمایه هرچی بیشتر، پول هرچی بیشتر به دست بیارم و عمر دراز و درازتر داشته باشم به این دنیا. و امان است که بدبختی و گمراهی شروع میشه. و امروز که مسلمان ها در دنیا ببینیم که در هر جای به مشکل هستند، بالایشان ظلم و ستم است، مورد حملات دشمنان الله و رسولش قرار گرفتند. علت عمده چیست که مسلمان ها از دین الله دور شدند، از شریعت محمد صلی الله علیه و سلم دور شدند، عمل نمی کنند به او. احکام دین، احکام شریعت محمد صلی الله علیه و سلم از زندگیشان ناپدید شده و دین به یک چند چیز خلاصه شده. علت عمده بدبختی مسلمان ها امروز همین است. به همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند صلاح هذه الامه الیقین و الزهد. این امت وقت بر هدایت میشه، یعنی صلاح بینشان میه، کامیابی میه که پس یعنی ایمان خدا، یقین خدا مستحکم و قوی بسازن و بعد عمل خدا اصلاح کنن، تقوا اختیار کنن، زهد اختیار کنن. در هفته قبل خدمتتان عرض کردم که اگر برای یک مسلمان این مشکل است که یک گناه را ترک کنه، بعضی از برخی مردم هستند که به گناه های مبتلا هستند که به اندازه به او گناه ها عمیق رفتند که دیگه برشان مشکل تمام میشه که از او گناه خود دور کنند. ما در این صورت ها باید از الله جلشان و از خود الله کمک بخواهیم و حاجت خود از الله بخواهیم که یا الله ما را کمک کن که ما از این گناه دور شویم. انشاءالله تغییرات در زندگی ما میآید. در جای دیگه از آن حضرت صلی الله علیه و سلم مروی است عن ابن عمر قال رضی الله عنهما اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم ببعض جسدی فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وعد نفسك من اهل القبور. رواه بخاری و مشکات. سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرمایند که حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر در آن وقت که این حدیث شریف اتفاق افتاد، یک بچه خرد بودن، نابالغ بودن، که در بعض روایت های دیگه آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله به ایشان فرمودند که ای پسرکم، ای بچگکم. چی فرمودن؟ فرمودن که رسول الله صلی الله علیه و آله از یعنی دست مبارک به بدنم گذاشتن، یعنی امکان داره سرشانه مبارک مانده باشه. سپس فرمودن که در دنیا مانند یک غریب زندگی کن. غریب یعنی مانند یک بیگانه زندگی کن. گویا بیگانه کی را میگن؟
که در انگلیسی استرنجر میگن، در یک منطقه که یک بیگانه میه با اون منطقه آشنا نمی باشه، اون منطقه را بلد نیست و کوشش میکنه که از اون منطقه در جای برسه که با او آشنایی و بلدیت داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه که این دنیا برای مسلمان همان طور است، یعنی مثل یک بیگانه باید زندگی کنه که جای اصلیش دنیا نیست. جای اصلی مسلمان جنت است، جنت جاودان که در اونجا زندگی دائمی است، مرگ وجود نداره و نعمتهای دائمی وجود داره و او جنت جاودان ثمره ایمان و عمل ماست که در دنیا انجام میدیم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که در دنیا مثل یک غریبه، یعنی مثل یک بیگانه باش، او عابر سبیل، یا مانند یک مسافر باش. یعنی مسافر هم همچنان موقتی در یک جای سفر میکنه پس به منزل خود میره. ما این دنیا را منزل خود فکر نکنیم که همی گویا منزل ما دائمی همینجا هستیم. باید مانند یک مسافر باشیم که هر آن امکان داره از اینجا به سفر ادامه بدیم و به منزل اصلی برسیم. عابر سبیل و عد نفسک من اهل القبور. ادامه دادن آن از رسول الله که خود در بین مرده ها حساب کو. به چی معنا؟ یعنی فکر کو که مانند کسایی که گذشتن و فعلا در قبرستان ها دفن هستند، فکر کو که روز خودت هم در اونجا دفن میشی و روز امو اتفاق بر تو هم میفته. اون ببینین میلیاردها میلیارد انسان آمدن و رفتن و پادشاه‌های بزرگ آمدن و رفتن که پادشاهایی که حتی تمام دنیا زیر اثرشان بود و حتی کسانی که دعوای خدایی میکردن که از او که دعوای بزرگتر نیست، لیکن آنها هم امروز استخوانایشان هم نیست، وجود ندارن. و استخوانای فرعون، الله جل شانو، فرعون که دعوای خدایی میکرد، الله جل شانو به خاطر عبرت مردمان حفظ کرده. استخوانایش هم اسکلتش حفاظت شده، بدنش حفاظت شده و در یک موزیم قرار داره تا ما از او عبرت بگیریم که ببینن این دعوای بزرگی که اینا داشتن، این قدرت و عظمتی که به اصطلاح خودشان داشتن، لیکن الان خودشان وجود ندارن. یک مثال دیگه خدمتتان عرض میکنم. از امروز مثلا 100 سال بعد شما فکر کنید، 100 سال بعد یا یک قرن بعد فکر کنید. یک قرن بعد انسان هایی که امروز هستند اصلا وجود نمی داشته باشند. او استثنایی است که بعضی سنش از 100 سال زیاد میشه، او شاید بین چند میلیون نفر، یک نفر اگه 100 چند سال عمر کنند. لیکن تمام انسان ها 100 سال بعد، انسان هایی که امروز هستند 100 سال بعد وجود ندارند در زمین، انسان های نو وجود می داشته باشند. به همین شکل شما 100 سال قبل پیش فکر کنید که حال ما بالای زمین هستیم و 100 سال پیش آدم ها و انسان های دیگه بودن بالای زمین و رفتن و امروز زیر خاک هستند. این بزرگترین پند و اندرز است برای ما که باید ما از این درس بگیریم. انسان عاقل، انسانی که خردمند است، از همه چیز پند و عبرت میگیره و خصوصا این پندها و اندرزهای بزرگی که آن از رسول الله علیه و سلم بر ما به جای گذاشتن، ما از این باید عبرت بگیریم، چون شیطان ما را غافل میسازه. در یک زمان تعداد صحابه کرام نشسته بودند و در مورد ثروت و سرمایه صحبت میکردند. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم صحبتایشان شنیدن و فرمودند: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. یعنی کسی که از الله میترسه، تقوا داره، او فرق نمیکنه که اگه ثروتمند هم باشه، از راه حلال کسی که ثروت و سرمایه به دست میاره، لیکن او از الله میترسه، به احکام الله عمل میکنه، متقی است، پرهیزگار است، او را ثروت و سرمایه ضرر نمیرسانه. و الصحة لمن اتقى خیر من الغنى.
رسول صلی الله علیه و فرمودن که برای کسی که تقوا داره، یعنی برای یک مسلمان متقی، صحت بهتر از ثروتمندی است. صحت کامل بهتر از این که پول و سرمایه به دست بیاره. شما از کسانی که به یک تکلیف مبتلا هستند، یک مریضی دارن، از آنها بپرسید آیا حاضرن که تمام هم سرمایه خدا بتن تا خداوند صحت کامل برشان بده؟ اونا میگن بله، من حاضر هستم تمام سرمایه بتم، خداوند هم صحت سالم بر من بده. هر نوع مریضی که باشه، خصوصا امراض مزمن. پس به مو خاطر رسول صلی الله علیه و فرمودن که برای یک مسلمان متقی صحتمندی بهتر است از پول و سرمایه. پس وقتی که یک انسان صحتمند بود، خصوصا یک مسلمان صحتمند بود، دیگه او ضرورت به اضافه از اون نداره، به خاطر که صحت و صحتمندی بزرگترین سرمایه است که الله جل شانه بر ما ارزانی میفرماید و ما وقت قدر صحتمندی را میدانیم که مریض شویم. پیشتر آن از اساس ادامه دادن و طیب النفس من النعیم، و همچنان پاکی نفس و خوشی نفس، یعنی سکون از نعمتهای الله است. ببینین وقتی که یک انسان سکون داره، کی سکون داره؟ صرف مسلمان ها سکون قلبی دارن. صرف مسلمان هایی که خصوصا ایمان قوی دارن، تقوا دارن، اونا سکون دارن در دنیا، در زندگی سکون به اونا حاصل شده. غیر مسلمین اونا سکون ندارن، سکون قلبی. و ما مسلمان ها که الحمدلله سکون قلبی داریم، این یک بزرگترین نعمت الله است که هر مشکلی که بالای ما میاد، هر مصیبتی که بالای ما میاد، شکر الله را به جای میاریم و تابع و تسلیم قضا و قدر میشیم و تسلیم رضای الله میشیم، چون همین حقیقت است. و این مصیبت ها و مشکلات دنیا ما را از ایمان ما را ضعیف نمیسازه، تقوای ما را ضعیف نمیسازه. او انسانی که بالایش مشکل میاد در زندگی، یک مصیبت میاد و او ایمانش ضعیف بسازه خدا نخواسته، یا ای که عملش ضعیف بسازه، تقوایش ضعیف بسازه، پس او انسان هنوز به سکون دست نیافته، به سکون قلبی. انسان ها غیر مسلمین، خصوصا سرمایه‌دارایشان، میلیونرها و بیلیونرهایشان در جستجوی سکون قلبی هستند. سکون قلبی و سکون فکری هر دوش لازم ملزوم است. اونا در جستجوی سکون هستند که سکون چطور به دست بیارن، لیکن هرگز به دست نمیارن. به همون خاطر با میلیونها ثروت سرمایه که دارن، هر چیز اونا تجربه میکنن، هر چیز امتحان میکنن تا شاید که او سکون به دست بیارن، سکون قلبی را، لیکن سکون به دستشان نمیاد. چرا؟ چون اونا از راه حقیقت دور هستن. راه حق، سکون صرف در راه حق است، در راه الله است، در دین الله است، در اسلام است، در شریعت محمد صلی الله علیه و سکون. سکون در جای دیگه وجود نداره. پس یک مسلمان وقتی که تقوا داره، صحت کامل داره، طبعا سکون قلبی هم داره، پس دیگه بزرگترین نعمتهای دنیا را، نعمتهای الله را داره، دیگه ضرورت به کدام نعمت اضافه از اون نیست. و اگر الله برش میته، او نور علی نور. در جای دیگه آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن عن انس ان النبی صلی الله علیه و سلم ان الله تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعمله. وقتی که میگه الله جل شانه اراده خیر به کدام بنده میکنه، از او کار میگیره، یعنی از او را وادار به عمل میکنه. فقیل، پس گفته شد یا پرسیده شد از آن از رسول و کیف یستعمله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، که چگونه الله جل شانه از او بنده کار میگیره یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ قال، جواب دادن یوفقه لعمل صالح قبل الموت، رواه ترمذی و مشکات. الله جل شانه توفیق عمل صالح را قبل از مرگ برش میده. یعنی وقتی که میبینین یک مسلمان قبل از مرگ
توفیق عمل صالح برش داده شد و دمو حالت از دنیا رفت، با ایمان از دنیا رفت و با اعمال نیک با تقوا از دنیا رفت، پس او یک توفیق خداوندی است که برش داده و خداوند او را دوست داره. پس ما همیشه باید دعا کنیم از الله جلشون توفیق بخوایم، توفیق عمل نیک، که بدون توفیق الهی هیچ کار نمیشه کرد. الله جلشانو وقتی که توفیق عمل نیک بر ما داد، چون بر اساس نیت های ما به ما عمل میکنه. اگر ما خود ما از الله هدایت بخوایم، تقوا بخوایم و توفیق از او را بخوایم که من همی توان همی توفیق بده، طوری که خدمتان عرض کردم که دور شدن از گناهان و خصوصا گناهایی که برای بسیاری ها مشکل است که از او خود دور کنن. مثلا مثالش گفتم که موسیقی یا مثلا دیدن تلویزیون یا مثلا سود خوردن و بسیار گناه دیگه است که عام شده، بسیار مردم به این مبتلا شده. اگر مشکل است که برشان از این گناه ها خود دور کنن، از الله کمک بخواین که یا الله مرا توفیق بده که از این گناه خود دور کنم. و او بنده که توفیق حاصل میکنه، گویا الله جل شانه او توفیق برش ارزانی کرد و قبل از مرگ توفیق عمل صالح میابه، یعنی به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم کاملا عمل میکنه. و ما باید همیشه از الله توفیق عمل صالح باید بخواهیم. یک صحابی بزرگوار میفرمایند، ببینید این در مورد این اهمیت و ارزش این ثانیه هایی که الله جلشون بر ما ارزانی کرده که ما زندگی میکنیم. هر روز یک روز نو در زندگی ما میه و ما گویا یک نعمت بزرگ دیگه به دست آوردیم، یک چانس، یک فرصت دیگه به دست آوردیم تا الله را راضی بسازیم و این را باید ارزشش بدانیم، باید عبث نگذرانیم. در این مورد یکی از صحابیای بزرگوار میفرمایند عن محمد ابن ابي عميرة رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفرمودن ان عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت هرما في طاعة الله. میگه اگر بنده، وقتی که صحابی یک قول میفرمه پس او هم حدیث است، چون او صحابی از فکر خود قول نمیگه، حتما از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده که میفرمه. وقتی که میگه یک بنده، اگر بنده میگه از امروز اول که از مادر تولد میشه، از امروز اول میگه چهرهش در سجده بیفته، یعنی به عبادت الله شروع کنه از امروز اول تا روزی که پیر شوه از بمیره و دمو حالت طاعت و تقوا از دنیا بمیره. یعنی از ببینین از روز اول که از مادر به دنیا بیاد تا وقتی که بمیره، پیر شوه بمیره و در این حالت عبادت و تقوا باشه. لحقره فی ذلك اليوم ای القیامه ولود انه رد الى الدنيا كي ما يزداد من الاجر والثواب. رواه احمد و مشکات. میفرمایند که وقتی که در آخرت در قیامت امو بنده میره، هنوز هم میگه او عمل خود بسیار کم میدانه، میگه من هیچ عمل نکرده و آرزو میکنه از الله، یعنی میخواه آرزو میکنه که به دنیا پس برگردانده شوه تا میگه اجر ثواب بیشتر به دست بیاره، تا فرصت دیگه زیادتر به دست بیاره، تا اجر ثواب دیگه به دست بیاره. ببینید چی معنا. پس انسانی که تمام ثانیه های زندگی خود در طاعت و تقوای الله بگذرانه و با مو حالت از پیر شو و بمیره، پس چی معنا؟ او در قیامت امو عمل خودم کم میدانه، فکر میکنه که من هنوز بسیار کم عمل کردیم. وقتی که نعمت های الله را در آخرت میبینه، وقتی که جنت میبینه و او درجاتی که در جنت برش داده میشه، در آخرت داده میشه، آرزو میکنه که یا الله مرا پس بفرست که من باز عمل انجام بدم. این یک کلان بزرگترین عبرت است برای ما و شما برادران، تا عبرت بگیریم، وقت خود ضایع نکنیم. این عمر قیمتی را که الله جلشون برای ما و شما داده، این را به عمل به شریعت محمد صلی الله علیه وسلم باید بگذرانیم. زندگی شب روز خود باید مطابق احکام الله و رسولش بگذرانیم. باید ما در این فکر نباشیم که
این مشکلاتی که در دنیا هست بالای مسلمان ها، این جنگ ها، این چیزها که این چطور میشه ما با این آرزو باشیم که این مشکلات ها رفع شه، بعد از اون ما عمل میکنیم. نه، این چیزا دنیا تاریخ خود طی میکنه. شریعت برازی آمده تا فرد انسان ها را از آتش جهنم نجات بده و به جنت ببره. این هدف زندگی ماست. و یک بنده از رئیس جمهور گرفته تا معمولی ترین انسان کلشان مکلف هستند در مقابل شریعت محمد صلی الله علیه وسلم. همهشان مکلف هستند که مطابق حالت خود به احکام شریعت عمل کنند. این به این معنی نیست که یک کسی که رتبه بلند داره او معاف است یا کسی که آدم معمولی است او زیادتر مسئول است. به این معنی نیست. همگی مسئول هستند مطابق حالت خود. و اینمی هدف زندگی ماست که ما از الله و رسولش یعنی از شریعت محمد صلی الله علیه وسلم اطاعت کنیم و پیروی کنیم تا از دنیا با ایمان بریم، در حالت تقوا از دنیا بریم تا بالاخره پس به منزل خود، منزل مقصود که جنت از پس بریم. اینمی هدف زندگی ماست. دیگه کدام هدف مسلمان نباید داشته باشه و هر کس کدام هدف دیگه داره که در دنیا به مقام و منصب برسه، ثروت و سرمایه به دست بیاره، شهرت کسب کنه. این اهداف شیطانی است. اهداف مسلمان این نیست. کسی که این مسائل مثلا حکومت به خاطر دین میخواه، به خاطر که اسلام بیرقش بلند شوه یا مثلا او حسابش خودش حکم شرعی است. منظور ما است که شریعت چیزی که حکم میکنه در هر حالت ما باید پیرو از امو باشیم. الله جل شانه خودشان واضح بر ما فرمودن که ما چرا خلق شدیم، چرا این کائنات خلق شده. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا جعلنا ما على الأرض زینة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. میگه بدون شک میگه ما بر زمین زینت های را گذاشتیم، یعنی این زمین آرایش دادیم، زینت دادیم، این مخلوقات عجیب و رنگارنگی که الله جل خلق کرده، این را به خاطر زینت زمین، به خاطر بنده های خود خلق کرده. لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا میگه ما اونا را آزمایش کنیم که کدامشان عمل نیک میکنه. این به این معنی نیست که الله جل شانه نمیفهمه آینده را که کی عمل نیک انجام میده کی نمیده. این به این معنی نیست. این به این معنی است که الله جل شانه ما را در امتحان قرار داده. وظیفه ما است که ما تحت امتحان الله هستیم و این شب روزی که بالای ما میاد که هر روز شب میشه باز روز میشه، شب میشه باز روز میشه، ما در امتحان هستیم. ما امتحان ما چیست؟ یعنی به احکام شریعت محمد صلی الله علیه و سلم که آخرین شریعت الله است به او عمل کنیم. و این زمین کائنات الله جل برای بنده های خود خلق کرده تا در این زمین زندگی کنن و این آزمایش الهی را بگذرانند. در مورد اهمیت این وقت گرانبهایی که ما داریم در این دنیا، من داستان یک 3 صحابی را براتون عرض میکنم که یک زمان در مدینه منوره 3 صحابی یعنی نو مسلم بودن، صحابیایی که نو مسلمان شده بودن، اونا در مدینه منوره تشریف آوردن و اسلام آوردن، یعنی بعد از اون صحابی شدن و اونا از رسول الله صلی الله علیه و خواستن که یعنی میخوان که در غزوات شرکت کنن و آرزو داشتن که در راه دین خدا فدا کنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون اونا از جای دور آمده بودن، از حضرت طلحه رضی الله عنه خواست که اینا را در خانه نیست میمان یعنی در خانه باشه و خود طلحه رضی الله عنه متقاضا را کردن که ما حاضر هستم که اینا را من حیث میمان ما باشند. چی اتفاق افتاد که یکی از صحابی‌ها از اون 3 صحابی یکیش در غزوه رفت شهید شد و مردم دفنش کردن و یک چند وقت بعد یک صحابی دیگه از اون 3 نفر او هم شهید شد و یک چند وقت بعد صحابی 3 او در جنگ شهید نشد لیکن در خانه در حالت طبیعی شهید فوت کرد. و چند وقت بعد حضرت طلحه رضی الله عنه اونا را در خواب دیدن که از 3 صحابه کرام که
در جنت هستند و همون کسی که آخر فوت کرده او پیش از همش را میره قدم میزن و اون نفر که پیش از او فوت کرده او پشت سرش است و نفر که اول و صحابی که اول فوت کرده او پشت سر از همه است. این خواب به آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما از این تعجب نکنید. این علتش است که درست است که او صحابه کرام که اول فوت کردن، صحابه اول شهید بود، دوم هم شهید شدن، چون صحابه سوم هم آرزو و نیت شهید شدن داشت لیکن عجلش به شکل دیگه مقرر بود و علتی که این از همگی که پیشتر در جنت میرن علتش است که عمر درازتر یافت از اونا که یعنی چند ماه بعدتر فوت کرد و این عمل زیادتر کرد، عملش زیادتر شد، به او خاطر این درجهشون بلندتر شد از اونا کرد، لیکن در نیتی که داشتن نیتشان همه مساوی بود لیکن این عمرش زیادتر بود یعنی عملش زیاد شد. پس چی معنا برادران؟ حتی یک روزم که ما از کسی دیگه عمل ما زیادتر باشه او به درجه ما در آخرت تاثیر می اندازه. حتی یک روز باز چی رسه که سالها باشه. پس این عمر که الله جلشو بر ما میته ما باید ثانیهش باید گرانبها بدانیم و از این استفاده کنیم، چون ما اصلا نمیدانیم که چه وقت پس به طرف الله برمیگردیم. هیچ وقت مقرر است، همگی میدانن مرگ حق است. پس با مجرد که یک روز دیگه از زندگی بر ما داده میشه باید رو غنیمت بشماریم و عمل کنیم به احکام الله جل شانه و او رو در زندگی خود پیاده کنیم. هفته گذشته برادرها ما خدمتتان عرض کردم در مورد تلویزیون که تلویزیون یکی از گناه‌هایی است که امروز بسیار عام است، در بسیار خانه‌ها وجود دارد و شاید بعض برادرها، بعض مسلمان شاید دور گناه ندارن به خاطر که شاید معلومات نداشته باشند و شاید در بسیاری ها مشکل باشه که تلویزیون از خانه خود دور کنند. چرا تلویزیون حرام است دیدنش؟ چرا گناه داره؟ به خاطر که تلویزیون یک آله گناه است. تلویزیون خودش به نفس خود او یک ماشین است به حساب متشکل از اجزایی است که ساخته شده، او به نفس خودش او حرام نیست لیکن استفاده ای که از او میشه او را حرام میسازه. مثلا در تلویزیون پروگرام هایی که دیده میشه، مثلا ببینین موسیقی در او میه و ببینین زنا در او نشان داده میشه و اوریانی و برهنگی در او نشان داده میشه و بسیار رقص و آواز و چیزای در او نشان داده میشه که سبب میشه که تلویزیون حرام بسازه. و امروز در دنیا ما در هیچ جای دنیا ما نمیافیم که کدام تلویزیون اسلامی وجود داشته باشه. هیچ تلویزیون اسلامی وجود نداره و وقت میشه که یک حکومت اسلامی باشه که خودش تصمیم بگیره و مطابق شریعت یک تلویزیون عیار بسازه. لیکن تلویزیون امروز یک آله گناه است که هر ثانیه هر دقیقه از او گناه سر میزنه که انسان وقتی که را میبینه میشنوه غیر از گناه چیزی کسب نمیکنه. شاید بعضی ها بپرسن که ما برنامه اسلامی دو میبینیم، مثلا بعض علما گپ میزنن و مثلا تلاوت قرآن میبینن. درست است که اون مسائل است لیکن نقصش بیشتر است از اون مسائل کرده. وقتی که ببینین اگه یک عالم در یک تلویزیون صحبت میکنه دفعتا بعد از اون موسیقی و یک اعلان یک چیز دیگه میاد که انسان هیچ امکان نداره که از اون خدا نجات بده. یا مثلا به می شکل رقص و آواز و دیگه گناهی که از تلویزیون ها سر میزنه و پخش میشه و مردم مرتکبش میشه. پس این چیز فتوای علما هم است که اینمی مسائل گناهایی که توسط تلویزیون پخش میشه تلویزیون حرام ساخته. پس ما کوشش کنیم برادران که از تلویزیون خود دور بسازیم. اگر نمیتونیم از الله جلشون کمک بخوایم، از الله بخوایم که ما رو توفیق بده که یا الله توفیق بده که ما تلویزیون از خانه بکشیم. و حتی از نظر ساینس هم برادرات شاید معلومات داشته باشید ثابت شده که تلویزیون به صحت هم مضر است، بر چشم، بر قلب، بر همه بدن مضر است و خصوصا بر تربیت اولاد مضر است. فاصله ایجاد کرده بین اولادها، بین فامیل، بین پدر و مادر فاصله ایجاد شده. ببینید که هر کس در بعض فامیل هاست که در هر اتاق خود یک تلویزیون دارن. اولادها اکثر وقتشان پیش تلویزیون ها تیر میشه و پدر و مادر در یک جای دیگه مثلا میبینن. این فاصله ایجاد شده، هر روز چند ساعت وقتشان
از هم دور، اونا سبب میشه که اونا از هم دور باشن و این سالها که ادامه پیدا کنه و اولادها به جوانی برسه، چی میشه ثمرش؟ ثمرش است که اصلا محبت و صمیمیت و احترام بین از اون نمیمونه. اولاد احترام پدر و مادر نمیکنه و همچنان احترام خوار و برادر هم دیگر احترام نمیکنن. علتش تاثیر اصلیش 80% تلویزیون است. و اگر تلویزیون در خانه نباشه برادرها، بعضی ها شاید بپرسن که پس یک سرگرمی است بس ما دق میاریم چطور کنیم؟ از نظر شرعی برادرها تفریح و سرگرمی را رد نمیکنن، لیکن تفریح و سرگرمی سالم باشه که گناه در اون نباشه. باید این امتحان کنیم. ببینین یک ماه، 2 ماه، 3 ماه تلویزیون از خانه بکشیم، یکی خود رای موسیقی بند میشه که دیگه در گوش ما موسیقی که حرام است نمه، یکی رای برهنگی و چیزایی که به چشم ما میخوره نمه، و دیگه ای که وقت ما در کارهای سالم مصرف میشه. و ببینید چقدر محبت و صمیمیت بین پدر و مادر اولاد پیدا میشه و چقدر زیاد دور هم میباشن، نان یک جای میخورن، یک جای میشینن قسم میکنن، خوار بیادر یک جای بازی میکنن، ساتوری میکنن. باید ما تفریحای سالم بر از ما پیدا کنیم. ببینید که چقدر مهر و محبت در خانه داخل میشه اگر تلویزیون بره. تلویزیون امروز یک کلان وسیله شیطان است برادرها، یک فتنه دجال است. که از طریق همین تلویزیون دجال فتنه خود پخش میکنه و مردم مخشولی میکنه، تربیت اولاد خراب میکنه. و ما باید از الله توفیق بخوایم که ما را توفیق بده که تا تلویزیون بکشید. انشالله در این مورد ما چون وقت کم از خدمتتون معلومات بیشتر در هفته‌های آینده عرض میکنم. دیگه یک مسئله مهم برادرها در مورد موسیقی. موسیقی حرام است از نظر شریعت محمد صلی الله علیه و سلم و این از قرآن ثابت است، از حدیث ثابت است، از سنت ثابت است، از شریعت ثابت است. موسیقی از زمان رسول الله صلی الله علیه و تا امروز تا قیامت حرام است به هر شکل که باشه. لیکن میبینیم که دمی لندن مثلا هفته پیش در بعض جایا چی گرفته بودن، سمینارهای گرفته بودن که اونجا به اصطلاح علما را خواسته بودن، به حساب سلفی ها و وهابی های افغانی، اونا را خواسته بودن و در اونجا فتواهای صادر شد که موسیقی را حلال دانستن، مورگیج حلال دانستن. اعلان شد که مورگیج حلال است، موسیقی حلال است، قرض گرفتن به سود حلال است. برادرها وقتی که حلال الله حرام قرار داده شد در جای ما دیگه خاموشی اختیار نمیکنیم. ما باید بگوییم که اینمی گمراهی است که چرا حرام الله حلال گفته میشه در مجالس، در سمینارها. و این وظیفه علماست که باید صدای خود بکشن و شما آگاه باشین که موسیقی حرام است، مورگیج حرام است و کسایی که فتوا میدن که مورگیج خانه اول فرق نمیکنه بگیرید، نه، حرام است، کاملا مورگیج حرام است. و هر کس دلایلش هم میخواد تفصیلات بیشتر من در خدمت حاضر هستم. ان شاء الله در هفته آینده در این خدمتتون ان شاء الله تشریحات بیشتر میتم. و این متوجه باشین برادرها که یک ده عالم نماها خصوصا سلفی و وهابی در اینجا پیدا شده در بین افغانا که دین الله را تغییر میتن، سر فقه حنفی حمله میکنن، سر مذاهب اربعه حمله میکنن. 4 مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کلش حق است. حق حنفی حق، مالکی حق، شافعی حق، حنبلی حق، کلش حق است و این راه اینمی شریعت است. و این واجب است برای هر مسلمان تا یکی از فقه را پیروی کنه. واجب است. مردم افغانستان الحمدلله از اولی که اسلام آمده، از زمانی که فقه چی شد تا امروز حنفی بوده، به فقه حنفی عمل میکنه و هیچ کس نمیتونه این فقه تغییر بده. و امروز در دنیا حملات بیشتر دشمنان اسلام از طریق همین وهابی و سلفی بالای فقه حنفی زیادتر است و بین افغان هم امروز پیدا شده همین مردم که میخوان سر فقه حنفی حمله کنن، فقه حنفی را مورد استهزاء قرار میدن و امروز ببینید که حرام الله را حلال میسازن. ما دیگه صدای خود ما خاموشی اختیار نمیکنیم. این حق است که باید به شما رسانده شود. ما افغان ها چون طوری که گفتم تمام همین 4 مذاهب اربعه کلش حق است و ما شما وقتی که حنفی هستیم حنفی حق است و ما شما امیرا را باید ادامه بدیم. و هر کس که به فقه حنفی یا یکی از 4 فقه دیگه حمله میکنه او گمراه است، او از اهل سنت و الجماعه خارج است.
و امی مردمای غیر مقلد یا لامذهب یا سلفی یا وهابی اینا پیش حنفی که میرن میگن ما شافعی هستیم، پیش شافعی که میرن میگن ما حنفی هستیم، پیش مالکی میرن میگن ما حنبلی هستیم. منافقت میکنن. اونا نه حنفی هستن، نه مالکی هستن، نه شافعی هستن، نه حنبلی هستن. اونا منافقت میکنن، سر عبادت مسلمان حمله میکنن، سر شریعت حمله میکنن و دشمنان اسلام از اون طریق از طریق از اونها بالای شریعت حمله را شروع کرده و این وظیفه علمای حق است که از دین باید دفاع کنند و ما باید این از آن مردم، از آن مسلمانان باید روشن بسازیم و ما اجازه نمیدیم که بالای فقه حنفی کسی حمله کنه و ما حاضر هستیم با هر نوع مناظره، با هر نوع بحث علمی که هستن ما حاضر هستیم تا از فقه حنفی دفاع کنیم و دیگه چون برادرها وقت تکمیل از دیگه وقتان نمیگیرم و آخر دوان الحمدلله رب العالمین. Dear brothers, I'm sorry because I don't have enough time. Inshallah next week the talk will be in English inshallah. Because I said the 2 weeks, this last 2 weeks talks, it was about the last talk that I did in English. So this translation today. So an important announcement for you brothers. From next week the Jummah Salat will be 12:30 because the clocks are changing on Sunday I think. So from next week the Jummah Salat will be at 12:30 inshallah. Yeah, the first Jama'ah will be 12:30 from next week. The second one 1:15, 1:30 inshallah. So between 1:15 to 1:30 inshallah. Inshallah. Wa akhir da'wana alhamdulillah.